مجید کی اومده بود؟ مهم نیست، از شرکت آمده بودم. فهمو؟ با فکرم از صحبت دیر مونده. بیا رفتیم، صحبت نام آغاز می اومد، رفتیم. یوسمان گمزن چی شد؟ بیا رفتیم بخیر. مجید شما کجا شده؟ از شما عذر می‌خواستم. پسرم خوب هستی؟ بله خوبم مادر. چی شد؟ از چیزی دیر ماندم؟ مجید بعدی شنیدنم باوریت نمیآید. بله گوش میکنم شما رو. سلیم اگر خواهی گپ زد نه این مسئله رو با من بس نمونید. بودگی تو گپ زنی؟ من گپ میزنم. بخشش با فکرم چی گپی است که بسیار خوب است. تو رو تبریک میکنم با پیلین هم کار میشوید. این خبری خوش است. شما با هم دیگر شریکانی خوب میشوید. چه خیلی وقت من نفهمیدم. شرکتی نه بر ذمه تو و پیلین گذاشته میشود. شهریه دخترم. مادر دختر جون خوش آمدی دخترم. جگر بنده. مادر جان خوش آمدی جون. من خیلی تو جستم، خیلی یادت کردم. میدونم خبردار شدم. برای چی با من بخوردن نخواستی؟ مادر خوبش شهریه التجا میکنی، منش دیگر هیچ چیز نمیپرسم. نرم مرا تنها نگذار. کی آمد گلتیه؟ دخترم آمده است اگه. خوش آمدی دخترم. خوش باشید. شهریه دخترم دستی تقویت رو بوسه بکن. شهریه خسته شده است، بگذار استراحت کنه. راست میگویی. از برای خدا یوسمان گپ زن چی شد؟ مجید یکون گپی بد گفت یا اینکه دستمان در دستش نبوده است؟ دوگانه تو برای همین غمگین شده ای؟ تو او را در بحر افتانده ای؟ از برای خدا یگان چیز گوی آخیر یوسمان. دستبانو در دستی مجید است فخریه. نداد دستمانو رو؟ نداد. برای چی؟ برای دستبانو رو گرفتنم میخواد که یک شب به کشتی آیم. وای دیوانه است مگر؟ خدایا تمام. بیا دخترم بیا. تو اینجا با فهریه و یوسمان نشین. بمنده تو با آنها نشین، من بعدتر و نزدتون میویم. دخترها بینید شهریه آمده است. وای یوسمان وای فهریه صحبت کنید. من حاضر بمیم. گذر دخترم گذر یوسمان گیرین برو. خوب هسته؟
زنگ همین نمیرسید. وقتی اگر باز زنگ زنه چی؟ تو از تریزه نگاه نکنی و هیچ کجا نمیروم. چی کار میکنی فخریه؟ نمیدونم یوسومن. کجا شدی یوسومن؟ خوشبخت باش گلده. بعد اینقدر سال دخترم اومد. باز چی بخواهم؟ پدرش میداند که او در اینجاست همیخیل نه؟ پیش از خانه در اومدنش همین رو پرسیدم اکا. وای تو رو کم عذاب نداده است. برای همین نمیخواهم بار دیگر ما را ناراحت سازد. دخترم با من است اکا. به نزد من اومده است. به پیش مادرش. شهریه دیگر دختری 4 ساله نیست اکا. نمیبینید؟ دختری کلون شده است. با هر کسی که میخواهد با همون میستد. اگر با مادرش ماندن خواهد با مادرش میماند. برای در اینجا ماندن شهریار رازگی پدرش لازم گلده. با راهی دیگر نمیشود. یکون چیز نویس اکنون. می نویسم که تو رو دیدم نمیخواهم. بی عقلی نکن یوسومن. اگر این خیل نویسی وی تماما از نزد خانه دور نمی شود. نویس که پدرم در نزمان است. پگاه میبینیم. مالش. کجا شدی یوسومن؟ از تریزه نگاه کن. تو نگاه نکنی نمیروم. فخریه او نمیرود. دوست می‌دارم. پگاه می‌بینی. این چقدر زیبا بوده است. عشق به آخر است. همه وقت وجود دارد. برای عشق چیزی مانع شدن نمیتواند. عشق همه وقت همراه است، در قلب است.
دخترم که خوب رفت؟ خیلی شد. چند شب شد که تو سحر خوب نکرده بود. وقتی که با اصلیه گپ زنون کرد آرام شده خواب اصلی چی است؟ خوب است؟ خوب است. به تو سلام گفت. اصلیه رو بینن؟ از همه مچقام بر اومد. تو و یوسمان رو انتظار نشد حتی. حالا خیلی انتظار خواهید شد. شمسی، بین تو و یوسمان چی گپ است؟ یک مسافه وجود دارد اپا. مسافه خیلی دور. تو چند من نزدیک میشوم و همو قدر دور شدن میگیرد. وقتای آخر یوسمان هم احوالش خوب نیست. او رو به حالش گذار کمتر. او رو فهم. شمسی برای به خود آمدنش کمتر برای وقت من دیگر وقت ندارم اپا. یوسمان رو از دست میدهم. من نمیفهمم تو رو چرا اینقدر سراسیمه ای؟ ماجی در جوغلو. حالا میبینی من خیلی راهبری خوب میشوم. همه درباره من حرف میزنند. با من فرقی ندارد درباره تو حرف میزنند یا نه پیلین جان. تو چیزی گفتی مگر؟ میتوانم من این روزنامه ها رو گیرم؟ نمیشود. ای تو بخیل. تو از خوردیت همین خیل بودی. یگاه چیزت رو به کسی نمیدودی. نفهمیدم ماجی. در کشتی ها میخونی پگاه شب زد. اگر دید این دستمانه جایی که تو افتیده بودی همونجا میافتد. مایلش با من این روزنامه ها لازم نیست. چیزی لازمی هم رو از اینترنت میابم. به وی زنگ نمیزنم اکا. شهریه تا امروز در زیر نظارتی او بود و حق دارد داند که دخترش در کجاست، با کی و در خانه کی. چی یگون راه دیگر ندارد مگر؟ راه دیگرش نیست گلتیر. شهریه مسافر است، بگذار امشب مهمانی ما شود. مسافر؟ مادامی که دختری من اینجا مسافر است، پس من کی هستم؟ سالهای سال دایه یاسمن و خدمتگاری شما بودم مگر؟ صد حیف. من مجبور شدم که این سخنها رو بگویم. من پنجره را گشودم، تو باشی در را گشودی. بهترینی. بخیر است پیرین؟ خودت به خودت گپ زدن رو سر کردی؟ نه جونم. ماجی این خیلی زیبا است. پیلین التجا میکنم از کجای گرفتی همونجا بذار. نه نمیگذارم. پیلین به تو میگویم از جایی که گرفتی برده به همونجا مان. مایش با تو دروغ نمیگویم. میدونم این انگشترین رو پیش از شب نشینیم رو خریده بودی. من فکر کردم که تو این رو با من تحفه میکنی، اما معلوم شد که این دختری که با تو ناشناس شده بود این رو قبول نکرد. خطا فهمیده ای. مایش
مایلش من دیگر گپ رو دراز نمی کنم. کنی حقیقت رو شنویم. هلین از برای ثواب بس کن. برای کی خریدی انگشتری رو مجید؟ مثلا با یاسومن بودن میتواند. چی فکر کردی؟ با چه قرار اومدی؟ نمیدونم فخریه. نمیدونم که از این مشکلی چه خیلی برایم. حاضر باید به خونه چنان درویم که پدرم در اومدنم رو نبینند. نمیدونم. از کجا به سری تو چنین فکرها می آیم؟ و دختری که یک شب دیدم انگشتری توفه کنم. یاسومن کی سامان کیستم؟ مجید میبخشی. من کمی گپای نو خوب گفتم. اولا دیشه بد گفتار. مایلش میگذارم. وقتش که اومد در نصیبی کدامی که باشد به همان میدهی فهمون؟ مجید التجا میکنم مرا ببخش. خی کمی بیعقلی کردم. این انگشترین رو با دختری که خانه دار میشوم خریدم تا آن وقت در دست مادرم نیستم. راست میگویی؟ فرصت نیافتم که به مادرم دهم این را. هلین به کجا؟ کیستی؟ شهریه؟ چی گفتنم رو نمیدونم. در حیرت موندم. خیلی ارزنده است. واقعا شاهانه است. بله زیبا است. با تو میزیبد. تشکر زیاد. مجید از کجا به سرت این فکر اومد؟ با پدرم یک جای فکر کردیم. در اصل پدرم میخواست که گردنبندی روبیندار خرد، اما متاسفانه گردنبند را فروختند. دوامش رو شما فهمونید پدر؟ غمگین نشوید. با فکری من خیلی قیمت باو است. بله حمیدم چنین است. دیر باز میخواستم که یگان توفه ارزنده خرم. بهترینش را برای همسرم تا اینکه دیگران حواسش را خورم. وقتی که من خواستم انگشترینی که آینده به همسرم توفه میکنم تا توی در دستی مادرم باشد، پدرم از گرفتن گردنبند به شما دست کشید. اما انگشترین رو من انتخاب کردم. بله درست است. این انتخاب پسرم است. تشکر زیاد کریم. تشکر به هر دویتون. در حقیقت فکر رو جناب کرده اید. این انگشترین
آینده از نام من با کلینم توفه خواهد شد. خیلی زیبیده است. مجید، تو در حقیقت رومانتیک بوده ای. در مد اول توفه اولت رو به مادرت، بعداً به دختری که آینده همسرت می شود. با فکرم اینجا خلا خودتان رو به آن انگشترین عادت نکنونید. آن رو برای شما امانت گذاشتند. میبینیم که انگشترین شوهانه نصیب کدام دختر میشده باشد. تو چند ساله ای؟ نپرس، از تو کلونم. بگوی که تو این وقت در کجا بودی؟ یعنی با کی زندگی میکردی؟ شهریه با پدرش زندگی میکرد. اکنون او با ما زندگی میکند. همین خیلی نه دخترم. نه، به یگان جا نمیروی. الما جان چرا در این باره یگان بار گپ نزدید؟ عیب نیست مادر جان، در باره من گپ نزده اید یا اینکه مرا فراموش کرده؟ مگر میتوانم که تو رو فراموش کنم؟ فراموش کردن دیگر است، در باره تو گپ زدن دیگر است. شهریه دخترم، روزه نبود که در باره تو فکر نکرده باشم، اما وقتی که در این باره سخن گفتن میخوی گریه گلوگیرت میکند و تو هیچ چیز گفتن نمیتوان. یاسومان، من برای لباسای خود رو آویزان کردم. کمی لباسای تو رو یک طرف گذاشتم. هیچ گپ نه، نه؟ هیچ گپ نه. باید به تو گویم که خیالهای خامت رو بس کنی، اما میبینم که از راحت برگشتنی نیستی. التجا میکنم تابم رو خیره نکن. پلین، گلرو، تو خودت دیدی چه خیلی اون انگشترین به دست من راست آمده بود. پلین به خود بیو. گوش کن، یگان روز از پشت این خیالهایت احوالت بد میشود. تو چی میخوای گلرو؟ من نمیخواهم تو از گپای من مانده شوی پلین. هر روز خودت به خودت چه نقشه هایی میکشی برای آینده؟ من گوش کن گلرو، امروز برای کشودن شرکتی نو گپ از منو مجید رفت. مگر این احتمالی با من یک جا شدنش نیست؟ حالا میبینی انگشترینی که در دستی خاله اینجا است یک روز در دستی من میشود. پلین، من تو رو رنجاندن نمیخواهم، اما این خیل باشد نرنجان. ایستو، بیا بیا کار میزنی، در دلت نماند. شهریه، به تو یک سوال میدیم، فقط نگوی که برای چی این سوال رو میدهیم. چی بوده است؟ با من رقم تلفنی پدرت رو میدی؟ بخیر است، یاد کردید؟ استغفرالله. تقوید آدمی جدی، برای همین پرسیدم. با او چی کار دارد؟ از پدرم حجت طلب میکند؟ نه دخترم،
فقط که به اجازت پدرش با ما ایستادن شهریه خوب نمیشود میگوید. تو رقم تلفن او را به من بده، من باید با او صحبت کنم. نمیدهم. برای اون که پدرم مردند. شما رو در یک شرکت یک جا نمودن تا اینکه با مجید خانه دار شوی. این تو رو ناراحت نمیسازد؟ نه. برای آن که این عاشقی شده نمیتواند پیلین، این تنها همکاری شده میتواند. من با مجید خانه دار شدن میخواهم، ولی با کدام راه به من فرق ندارد. پیلین التجا میکنم مرا گوش کن. این خیل نمیشود. با این راه خانه دار نمیشوند. خوب فکر کن. فکر کردم گلرو، فکر کردم. امشب در اتاق مجید آن انگشترین را دیدم، پس فکر کردم که برای کسی دیگر گرفته است. کمی مانده بود که عقلم رو خورده بودم. برای من مردم به هست، میفهمی؟ برای من مردم به هست. من نخواستم به شما گویم، اما مرا مجبور کردید. خیر هیچ گپ نه. کی مرد؟ بعد 1 ماه سال می شود. چه خیلی شد این کار؟ خوب می شود در این باره گپ نزنیم. نه نمی شود. من دانستن می خواهم. خوب می شود حاضر گپ زنیم. سوخته مرد. نه اونقدر عذاب نکشید. یعنی از گاز مرد، در حال از دنیا گذشت. گفتند اونقدر عذاب نکشیده مرد. در اصل عذاب رو من کشیدم، به پدر و مادر. مرده رو بد گفتن خوب نیست. یاسمن بیچاره دختری من، هم به پدر هم به مادر. یاسمن پدرت حاضر پرسید که تو دستبانه رو پیدا کردی؟ پیدا کردم ماما جان، آن در دستم. خدا رو شکر، اقلا از این خلاص شدی. وقتای آخر کم گفت شده یگان کم بودی داری پسرم؟ همش خوب. با یاسمن جنجال کردی؟ من رفته بینم کی است. یاسمن دختری خوب با فهم است، اما وقتای آخر تغییر یافته است. پیشی خیل نبود، البته یگان گفت شدگیست. مادر، یگان گپی بد نگفتم پسرم. من نمیخوام که شما درباره یاسمن یگان گپ خوب یا بد گویید. این را گیر در آب میخوری. مادر، گیر گفتم. صبح بخیر نزاکت اپر. صبح بخیر. تو چه خیر؟ شمسی حالا نرفته است؟ نه نرفته است. اوه بخیر از داری سوپی سودی. اوه کدام تیار کرده از دستش درد رو میده. تیار کردم. تو رو خوش دومنت دوست میداشته است. من خونه دار میشم بعد دیگرش کار ندارم. دوست میدارد نمیدارد کاری آنها. جهان چرا با کار نرفتی؟ این روز استراحتم. خدای توبه. جورا جان مرا همراهت به مکتب میبری؟ چیکار میکنی در مکتب زیق میشوی؟ تو دیوانه چرا زیق میشوم یا توبه؟ شاید یگان نزدیده پیدا میکنم.
نمیشود. نزاکت اپا از این یگان فایدهش نیست. برای من یگان دختری خوب یافته میتوانی. دختری باشد که از عهده همه کارا برآید. رفتیم زیبا باشد. مایلش اپا. نزاکت اپا التماس گپی مرا فراموش نکنید. اپا تو بزید. چرا تل میدهی خدای توبه؟ فراموش نمیکنم. شب نقص خوب رفتی؟ نقص خوب رفتم. به فکرم تو آنقدر نقص خوب نکردی. من خوب هم باشم هوشیار هستم. همه چیز رو میشنوم. تمام شب این طرف آن طرف گشتی. بخیر است؟ خوبم نبرد. بعضا همین خیلی می شود. از دوست داشته جدا شدی؟ الو؟ اصلیه؟ با من جانکم، خواهرکم، ما همه خوب هستیم. مادرم هم خوب. اصلیه دختر جانم تو چی خیل هستی؟ گپ زن آوازی وحینت رو شنوم. مادر جان من شما رو خیلی یاد کردم. خواهر نشوید مادر جان، همه خوب است. من بیا گوش کن با تو چی میگویم. یا شما به خونه ما بیایید یا اینکه ما به خونه شما. شما نایید مادر جان، من خیلی خونه را یاد کردم. این خیل باشد پگاه به خونه بیا. پگاه بیاید؟ بله مایلش شما رو میبوسم مادر جان. بخیر است؟ و کجا میروی؟ پگاه به خونه همون میروم. آنها رو خیلی یاد کردم. از شوهرت اجازت پرسیدی؟ اجازت؟ نیرنگوزی برای خاندار شدن دیگر و خانداری دیگر. لبای؟ اوش شود مادر جان. اوش من میکشویم. شوخی میکنم خدای توبه. من واقعا نمیدونم براستی. چرا نمیدونی؟ عجایب تو کی هستی؟ بخیر است. صبح صادق شوخی داری؟ سلام. سلام. و فکرم مهمون دارید. شناس شوید شمسی جهان، فداکاران محله هم. با آدمان سردی رخ می شود و بعضا با آنها تهدید هم می کند. اگر لازم شود تا سحر در نزدیک پاسبان شده پاسبانی خیلی بجرأت بودم. شهریه دختری اما شهریه نامت به خودت زیبنده است. شب بر اومده میتوانی؟ نمیتوانم. شب گذشته با این بخوری داشتی. دوست داشتت همین بوده است. شمسی با خونه دارم پسرم. شمسی شهریه مامان چی شد؟ میدونی؟ بله انا این خیلی بهتر تشکر. در رو خبردار میشوی همین خیلی نه؟
چی شد کنی گپ زن؟ نمیشود. با تلفن کیفیت نمیدهد. چی بود هست که کیفیت نمیداد؟ همان وقتی میگویم که تو رو بینم. آنور خوبش حاضر خسته زود به آفیس بیا. صحبت میکنیم. شب نمیتوانم. شب در کشتی واخوری مهم دارم. در کشتی؟ واخوری مهم؟ کمتر پس همانجا میشوم. من انتظار. روز بخیر. حسابات ماهانه است؟ هم حساباتی که باید پرداخت کنیم. این چی است؟ این حسابات جواهرات. از نرخش معلوم است که خیلی انگشترین قیمت بها با الماس و بریلانت است. معلوم است که مخصوص برای کسی خریداری شده است. بله همین خیلی است. باید تصدیق شود تا اینکه از حساب شما پرداخت کرده برای شود. پرداخت این از حساب من پرداخت نمیکنید. همین خیلی؟ بله از حساب پدرم پرداخت کنید. نشان داده شده است که انگشترین به شما تعلق دارد. من نخریدم انگشترین را. من خوش کردم و پدرم برای مادرم یک توفه ارزنده خریداری کرده است. من تنها کمک رساندم. فهمیدم. نفهمیدید. من خودم تا حال نفهمیدم. مردها چقدره که کیف و صفا کنند در هر طرف بعدی کیف و صفا باز به خانهشون برمیگردند. پدرم بعدی کیف و صفای دراز مدتش باید پرداختی کلان کند. همش همین. مرا ببخشی عثمان. خواهش میکنم. به فکر من در پایان کمی گذراندم. خودت رو گناهگار نشمار شهریه. من و شمسی وقتای آخر یکدیگرمان را هیچ نمیفهمیم. گناهگار نمیشمارم اما برای دیگر کس حیرانم. دیگر کس؟ ها من گفتنیم که شب با این کس نبودی. معلوم که یگان نفر دیگر است. شمسی از برای خدا ایستا. خدایا توبه. یا اینکه دختر مرا میکشد یا اینکه من رفته. گپ‌های بیهوده نزن. خدایا توبه. خوب نمیشود یک بار این خیلی گپ زنی. جورا جان یوسمن مرا قاتل میسازد. یا قاتل خودش یا قاتل خودم یا قاتل اون احمق ابله. سبب قاتل شدن گناهی وزین یا آنکه دلی بد داشتن است. معلوم است که هر دویش در تو نیست. شیر بچه کمتر صبر کن جورا جان. خدایا توبه. گپ را خوب گوش نکرده در حال عاقبت بدیش را فکر میکنی. یا سومن دیگر به این خیل کارا خودش را آلوده نمیسازد. اینجا گپی دیگر است. حاضر میفهمیم. با کی زنگ میزنی؟ ایستا کمتر دیگر. خدایا توبه. ها چی شد؟ فخریه به من گوش کن. اگر دروغ گویی یا اینکه یگان نیرنگی دیگر کنی به خدا سرت را از تنت جدا میکنم. یاسمان در کجا بود وقتت آغاز شد؟ 1 2 3 در کاشان ای حسن به نزی نسرین رفته بوده. به خدا داره آنجا بوده. چی میجوید نیمی شب در کاشان ای حسن؟ کسی نگفته رفتیم. اگر امکی فیض فهمد به خدا ما رو میکشد. با امکی فیض نمیرسونم خواهرم. من خودم فهمم بسنده. ما از نسری قرضدار بودیم. برای دادن قرض رفتیم. تو چی فکر کردی؟ من از کجا دونم؟ دختره که در خونه یاسمن از خوب گپ نمیزند. من فکر کردم که یگان واقع شده است. کی بود است آن دختر؟ الله جهان کی باشد؟ خوش آمدی. در کجاست؟ در خانه یگان دختری نو است؟ کی بود است آن؟ شهریه نفهمیدم. نامم را پرسیدی. نامم را گفتم. شهریه. بله پرسیدم. باید چند بار پرسم وگرنه فراموش میکنم. شهریه بود همین تو. بس است اکنون.
یوسمان کی است این دختر؟ زود با من فهمون. جورا جان تو کم مونده بود که یاسومان گفته عقلت رو خورده بوده. این کارت نادرست است. به خود بیا. راست میگویی. با فکر من با یاسومان با گناهگار شمردم. چیکار میکنی؟ با یاسومان زنگ میزنی؟ بله. خدایا توبه. ایشالا که جواب میده. حالا گویی که این دختری همسایه که نامش شهریه بود دختری خالای گلتر است همین خیل. خیریت تو مرو فهمیدی فخریه. واه شمسی زنگ میزنن. شهریه با او گفت که ما شب به بیرون بر آمده بودیم. جواب نده. الو ما شب با نزدی با کشونه حسن رفته بودیم. من با اونها همین خیلی گفتم. مرا فهمیدی؟ با کشونه حسن. شمسی من میدونم که باز مرا گوش نمی کنی. باز با من آوازت رو بلند میکنی. اصول میپرسم یاسومان چرا خاموشی؟ مرا میشنوم شمسی تو رو گوش میکنم. گپ زن. وقتایی آخر من چیزی رو که سرم میگذاره رشکم رو زیاد میکنم. با خلاصه اومدم که تو رو دوست میدارم. سبب همه این نفهمی هم دوست داشتن است. شمسی اگر دیگر یگان گفتنی نداشته باشی تلفن رو قطع کنم. دارم قطع نکن. یاسومان من تو رو دوست میدارم. شمسی با یاسومان 5 سال میشود که تو رو دوست میدارم میگوی. زود باش به اتوبوس دیر میمونیم. زود باش. خدای توبه. دیر نمیمونیم. دیر میمونیم گفته من هم با تو میروم. اگر زیچ اوره برای چی زیر میشوم؟ با دخترون گپ نمیپرتویی. مایلش جورا جان باز چی میخوایی؟ یاسومان جانش رو خلاص کرد و من در بلا موندم. خدایا توبه. چقدر انگشترینی زیبا بود. با تو فهمونده نمیتوانم. تو هم وقت در دستی خلای اینجی میموند. روزی فاتحه انگشترین در دستی من خواهد شد. میدونم همشون مرا در نظر دارند. از دست اینجی ارجا بود و همسری مجید ارجا بود. یعنی من فاتحه حالا معلوم نیست. ما حالا برای شرکتی نه سر و کار گرفته ایم. انشالله که دیر دوام نمیکنه. بس بودگیست. برای خورسندی من بعضی ها رو حسد میبرد دوگانه. مایلش تلفن رو خاموش میکنم. بلین تو چخیل گفتم میتوانی که من به تو حسد میبرم. مایلش دیگر نمیگویم. انگشترینی بهترین بود گلو. حال اینها را بین. گلرو به تو چی شد؟ حالا یگان چیز نشده است مادر. اما اگر مجید با پیلین خانه دار نشود بعد میبینید که این آرزوهای شما چخیل همه ما را یردار میسازد. یک باره شد. چی کار کنیم دیگر؟ قسمتمون همین بوده است. با خیر گردم. مرحمت. تشکر دخترم. نوشی جان. فرزند هست کلین؟ نفهمیدم. فرزند یک بار خانه دار شدی. البته یک گپ هست. حامله دار شدی. این چی خیل قهوه رو هم تیار کرده نمیتوانی. گیرین رو یک ماهی دیگر انتظار شوید. اگر حامله نشود یک دکتر شناس دارم. به من گوش کن. مبادا کسل نباشی. به من دکان انداز. وای جورا جان من با تو گفتنه دارم. همه همین دخترها با خودشان دوست داشته دارم برای آن که باز نافهمی نشود. شمسی
سلام. سلام. تو باز با مشق نآمدی؟ کار داشت. جهان. اوزلم. از کدام فاکولته ای؟ از فاکولته بالاتر. جهان با من. شمسی با من بیا. احوالم بد می شود. با فکری من هم احوالت بد است. چند روز روی هم با مشق نآمد. اما من با شمسی گفتم که از مشقهایش دلم ماند، ولی مرا گوش نکرد. هوش و خیالش برای یاسومن. شمسی حالا هم با یاسومن است؟ شمسی حتی در خوابش با یاسومن است. ما پیشینوس نشده بودیم؟ البته شده بوده. دختران زیبا مرا در شب خوابشون میبینند. اسب سفید من در خواجگی مانده است. با سبب در راه مکتب زیاد بودن ماشین او را با خود نآوردم. سلام. برای چی به زنگ‌هایم جواب نمیدهی؟ انا جواب دادم کو. گوش کن. شب یک هدیه خوبی آماده می‌نمایم. مرا همراه نکن. گوش کن، اگر برای من یگان شب نشینی آماده کردنی باشی خودت را زحمت نده. این برای تو نه، برای مجید. با من گویی که مجید شب در کجا میشود؟ الو. گوش کن. شب در کشتی میشود. او کاری مهمی داشته است آنجا. یعنی همین رو به تو گفتنی هم که تو فقط را میتوانی با یگان شب دیگر بگذاری. میلش بگیر. باز گپ میزنیم. تا باز دید. خوش آمدی جورا جان. خوش باشی. زود گپ زن. چی گفتنی داشتی؟ از هیجان مردم. با تو یک خبری خوش و یک ناخوش دارم. از کدامش آغاز کنم؟ از کدامش که خواهی. خبری خوشی تو را دل من برداشت کرده نمیتوانم. بیا گذشته شد. خیر کنی گپ زن. با خانم شهریه آموخته شدی؟ فخریه آخری نه آمد. وای خیلی درست. خودت رو احتیاط کن. باز همه گپ ها رو با وی نگویی. اما هم یگان بار نگفته بود که من دختر دارم. تو پرسیده بودی یگان بار؟ آخر 6 سال خانه‌دار بود. خودش هیچ چیز نگوید. تو باید میپرسیدی. حالا شما 6 سال خانه‌دار بودید. مگر شما فرزنددار نشدید؟ یاسومن شب چی کار میکنی؟ به نزد مجید ارجاغلو میروی؟ مجید ارجاغلو گفته؟ تو با مجید ارجاغلویی که ما میشناسیم با هم وفا میکنی؟ خندت را زن عروسی افسانوی. یاسومن این چی میگوید؟ مجید ارجاغلو باوری داری که اینها یک جای با میخورند؟ راست میگویی؟ یعنی چی علاقه دارد مجید ارجاغلو با یاسومن ما؟ هیچ با خورده نمیتوانند. گلتر لبایکه تو با پدر شهریه زنگ زدی؟ بله نزدم وفات کرده است. چی؟ ما نشنیدیم. خدا جایش را جنت کنه دخترم. اینجا هم خانه تو است. تشکر. یعنی قصه گپ اویله پیلین در خونه شما بودند. یک جای خوراک شام خوردید. دوامش رو نقل هم نکنی میشه. اگر گویی که دوامش رو نقل کنم مرحمت، لیکن خودت نقل کنی بهتر است. تخمین کرده نمیتوانم آنور. باوری ندارم. اگر اجازه دهی یک بار میسنجم. مرحمت. تو با پیلین خانه دار شدنی هستی.
جون تو با پیلین یک خیل عقیده داری؟ بله از کودکی با او عاشق بودم لیکن از پشت تو شده یکان فرصت نداشتم با او حرف زنم. دیوانه. کنی گپ زن چیزی گفتن میخوام وگرنه مجبور میشه گپ های تخمین کردن رو. آیا میدونی که سردار این شرکت بزرگ کی هستند؟ سلیم دمیرخان و کریم ارجاوی. درست ترش پیلین دمیرخان و مجید ارجاوی. آره خیلی خبری خوب. حالایی است. خبری از همه خوب رو نشونیده ای. یاسومان امشب به کشتی می آید. چی؟ یاسومان و من قصه ای که همون شب تمام نشده بود امشب باید تمام کنیم.